بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام خدمت تمام بینندگان و متعلمین نهایت گرامی. آرزوی سلامتی برای شما داریم. امید است که جلسات این بحث بیولوژی ما مفید واقع شده باشه. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 11 با هم دیگه جلسه سوم از فصل 12 را با هم دیگه بحث میکنیم. توجه کنیم ببینیم چه بحثایی در این جلسه داریم. در این جلسه ما بحث بایوم ها را ادامه میدیم و در بحث معرفی بایوم ها ابتدا وارد بحث بایوم چپرال میشیم و در ادامه بحث جنگل های معتدل برگریز را مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در ادامه بحث بعدیمان مربوط به مناطق علفزار معتدل هست که او را میشناسیم، خصوصیات و نباتات و حیوانات خاص خودش را گفتگو میکنیم و جنگل های همیشه سبز معتدل هم یکی از بایوم هایی است که به عنوان آخرین بایوم خشکه با هم دیگه به گفتگو میشنیم و مشخصات و ویژگی هایش را میشناسیم. با ما همراه باشین. بایوم یکی از بحث‌های جدی علم اکوسیستمی و اکولوژیکی است. ما در بحث اکولوژی بایوم ها را می‌بینیم که دربارش مفصل بحث میشه. اگر یادتون باشه بایوم یک منطقه خاصی از کره زمین هست، در اونجا اقلیم خاصی وجود داره که با توجه به اقلیم خاص ما شاهد حضور نباتات و حیوانات خاص همو اقلیم هستیم. خب به عنوان مثال در نظر بگیرید در جلسه گذشته ما بیابان ها را یا دیزرت را با هم دیگه بحث کردیم. در بیابان میزان بارندگی فوق العاده کم بود و درجه حرارت فوق العاده بالا. موجودات، نباتات و حیواناتی که در اون بایوم رشد میکنه و زندگی میکنه با این خصوصیات خودش توافق میته و میتوانه در اونجا زندگی بکنه. اگر یک بایومی رو داشته باشیم مثلا تایگا، موجودات او در بایوم بیابان زندگی نمیتونه و به دلیل این است که او مختص اقلیم خاص خودش است. این جلسه یک نوع دیگری از بایوم های خشکه رو با هم دیگه به بحث میشینیم تحت عنوان چاپرال که ببینیم چه ویژگی هایی داره، چه حیواناتی درش رشد میکنه، میزان بارندگی و درجه حرارت در درونش به عنوان دو عامل مهم تعیین کننده چگونه هست و چه میزان میباشه. خب در بحث بایوم چاپرال میبینیم که بارندگی سالانش 30 تا 50 سانتی متر هست. خب نسبتا خوب است و تقریبا این میزان بارندگی را در فصل زمستان ما شاهد هستیم. این تصویر هم که نگاه میکنین و میبینین این یک نمونه از محیط ها و زیستگاه های چپرالی را نشان میده. خب احتمال داره در کالیفرنیا باشه که من ذهنیتم چین چیزی میگه. ما در بحث چپرال شاهد هستیم که درجه حرارت در تابستان 30 درجه سانتیگراد میشه، اما میبینیم که در زمستان این مقدار درجه حرارت افت پیدا میکنه و 10 تا 12 درجه سانتیگراد میبینیم که کاهش پیدا میکنه. خب این درجه حرارت را شاهد هستیم که قاعدتا موجودات خاصش میطلبه، اما زمستان، بهار و خزان در این بایوم سرد هست و تنها فصل که میبینید در اون مقدار گرما و درجه حرارت افزایش پیدا میکنه بحث تابستان هست. خب با توجه به این میزان درجه حرارت و میزان بارندگی ما شاهد نباتاتی هستیم که مختص اونجاست. علف ها، درختان کوچک که اینها خودشون با میزان آبی که در اینجا وجود داره تطبیق میتن و توافق پیدا میکنن. خیلی خوب، موجوداتی که در اینجا وجود داره موجودات خاص خود بایوم چپرال هست. شما آهور میبینین، بوز، خزندگان، پرندگان و ذوحیاتین را میتونین ببینین که با توجه به میزان بارندگی و درجه حرارت در این محیط میتوانند خودشون رو تطبیق بدن و توافق پیدا کنند و زندگی کنند. خب
بایوم بعدی بایومی است که ما انتظار داریم میزان بارندگی زیادتر باشه. این تصویر اگر نگاه کنین یک جنگل معتدل برگریز را به شما نشان میده. درخت ها از نظر اندازه و جسامت برگ ها خرد هست، به همین دلیل بهش میگن جنگل های برگریز. خب میزان بارندگی را نگاه کنین، جوی وجود داره، آب وجود داره، پس قاعدتا میزان بارندگیش قابل قبول هست. ببینیم میزان بارندگی چقدر هست. درجه حرارت ملایم و هوای مطبوعی وجود داره، درجه و بارندگی به اندازه کافی. هر دوی اینها باعث میشه که ما نمو جنگل را داشته باشیم و شرایط رشد نباتات چند ساله را برای ما ایجاد میکنه. خب انبوه و تراکم درخت ها و نباتات هم نشان میده که شرایط رشد نباتات در اینجا باید خوب باشه. خب تابستان های گرم و زمستان سرد از ویژگی های جنگل های معتدل برگریز هست و ما میبینیم تحت این شرایط نمو درختان برگریز را در این نوع بایوم داریم و باز هم میبینیم این نوع نبات مختص به این شرایط اقلیمی هست. در جنگل های معتدل برگریز میزان بارندگی 75 سانتی متر تا 250 سانتی متر است که خب بارندگی خیلی خوبی هست. خب قاعدتا باید نباتات در اینجا رشد خیلی خوبی داشته باشه. درجه حرارت هم در تابستان ها 28 درجه سانتیگراد هست، درجه حرارت خوبی است و زمستان نهایتا 6 درجه سانتیگراد میزان دمایش هست. خب این میزان دما و این میزان بارندگی ما شاهد تنوعی از موجودات باید اینجا باشیم. از نظر موقعیت ما میبینیم که اینا در قسمت های شرقی آمریکا بیشتر دیده میشه و چیزی که در اینجا برای ما مهم است که این شرایط آب و هوایی و اقلیمی زیستگاه خوبی برای موجودات را مهیا می سازه و شاهد انواعی از حیوانات هستیم که آهو، سگ آبی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش و موش و پرندگان مختلف جزو حیواناتی است که در این شرایط آب و هوایی خوب می تواند رشد و نمو بکنه و در نتیجه زیستگاه خودشون این اقلیم خوب و این بایوم خوب قرار بدن. خب در تصویر هم دو تا نمونهش برای شما آوردیم که میبینین. بایوم بعدی که مد نظر داریم بر بحث بشه بایوم مناطق علفزار معتدل است. این تصویر توجه کنین. شما از این تصویر ویژگی های خاص این بایوم را میتوانید به دست بیارین. خب میزان بارندگی به شما شاید برسانه که خوب است چون مراتع را داریم. شما چرای پستانداران در اینجا دارین که در حال تغذیه و خورد و خوراک است، پس میزان علف در اینجا باید افزایش پیدا کرده باشه. ببینیم میزان بارندگی و شرایطش به چه ترتیب است. ما اقلیم یعنی شرایط آب و هوایی که در مناطق علفزار معتدل می‌بینیم یک شرایط معتدل هست، آب و هوایی نسبتاً معتدلی داره. خب این شرایط برای نمو پستانداران شرایط قابل قبولی است. زمستان ها البته خشک هست و تابستان ها مرطوب. این باعث میشه که شما در تابستان ها رشد علف ها را به شدت داشته باشین که این رشد به دنبالش میزان افزایش حیوانات علف خوار خواهد بود. میزان بارندگیش از 30 تا 100 سانتی متر هست. خب باز هم بارندگی نسبت به خیلی از بایوم ها خوب است، اما نسبت به خیلی از بایوم ها مقدارش کم می باشه. معمولا اینا دارای خشکسالی های دورانی دارن. در یه مقاطع خاصی ما میبینیم که میزان بارندگی کاهش پیدا میکنه و این کاهش بارندگی باعث میشه که موجودات در مضیقه آب قرار بگیره و چه بسا تعدادی از اینها از بین بروند. خب ما پس خشکسالی های دورانی را داریم. درجه حرارت که در اینجا دیده میشه زمستان ها تا منفی 10 درجه سانتیگراد میره که خیلی سرد میشه، ولی در تابستان ها باز هم میبینیم 30 درجه سانتیگراد و شرایط رشد و نمو و نباتات مهیا میشه
و میتوانیم این موجودات در اون زمان و در اون مقطع فعالیت های حیاتی خودشون به خوبی ادامه میدن. نباتاتی که در اینجا رشد میکنه علف ها و سبزه هایی است که مقدار ارتفاعشون کم است، چند سانتی متر بیشتر نمیشه. در بعضی موارد شما میبینید تا 2 متر هم بعضی از اینا رشد میکنن، ولی در کل چون مناطق علفزار است ما رشد این نباتات را کمتر شدیم. و در نهایت بحثی که در این بایوم قابل تر هست حیواناتش هست. حیواناتی است که چرنده هستند و دسته پستانداران قرار میگیرن. خب اسب وحشی و گوسفندایی که در اینجا میتونید ببینید اینا موجوداتی هستند که در این شرایط زیستی رشد میکنند و زندگی خودشون ادامه میدن. خب خاک مساعد هست برای کشت حبوباتی که خب انسان هم در این محیط زندگی میکنن و برای ادامه حیاتشون به زراعت دست میزنن. چون علف وجود داره و اینها به خاک اضافه میشن، خاک غنی هست، رشد حبوبات در این مناطق میبینیم بسیار مساعد هست و خوب هست. آخرین بایومی که در این بخش با هم دیگه صحبت میکنیم و جزء بایوم های خشکه محسوب میشه جنگل های همیشه سبز است. خب جنگل های همیشه سبز قاعدتا نوع نباتات اینا از نوع درخت های چند ساله هستند و قاعدتا از نظر سرسبزی یک بایوم فوق‌العاده سبز را در نظر میگیریم براش. خب ویژگی هایش ببینیم چیست. هوای خشک و خاک مناسب جزء خصوصیات این بایوم هست. هوای خشک و خاک مختلف این شرایط را میسازه که در اینجا ما جنگل را ببینیم به وجود بیاد، جنگل هایی که همیشه سبز باقی میمانند. خب موقعیتشان کجاست؟ موقعیت قسمت اعظمش در جنوب شرق و غرب آمریکا وجود داره، جنگل های همیشه سبز. اما در افغانستان هم ما در قسمت های نورستان، کنرها و پکتیا میبینیم که جنگل ها وجود داره. خب این تصویر اگر نگاه میکنید یک تصویری است که مربوط به جنگل های همیشه سبز هست. یک محیط فوق العاده زیبا و قشنگ را مهیا میکنه. چون محیط سبز هست و میزان نباتات در اونجا در تمام سال میتوانه قابل قبول باشه، ما وجود حیوانات مختلف هم در اونجا میتوانیم ببینیم. خب بحث ما درباره بایوم های خشکه تا همجا تمام میشه و بحث را مرور میکنیم با سوال کنکورای سال گذشته. خب ببینیم سوالا را به چه ترتیب طرح شده. خب سوال اول، در یکی از مناطق ذیل بارندگی سالانه از 30 تا 100 اینچ میرسد. خب این میزان بارندگی مربوط به جنگل های معتدل برگریز است که در گزینه 3 شما میتوانید ببینید. سوال بعدی، در بایوم چپرال امکان زندگی کدام حیوانات ذیل می باشد؟ آهو و بز، خزندگان و پرندگان، ذو حیاتین. و اگه شاید یادتون باشد در این بایوم همه اینها می توانست رشد کنه، پس گزینه 4 که همه درست است جواب این سوال می باشد. خب به این ترتیب ما به پایان بحثای بایوم های خشکه رسیدیم. سوالای کنکورش هم حل کردیم. خب باز هم اگر توجه کنید این قسمت هایی است که سوال آمده و اهمیت داره بحث کنکوریشی. امید است که مطالعه بیشتر بکنین و اعداد و ارقام را به ذهن بسپارین و در پایان شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.